بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. دین اسلام آخری دین هست و این دین جامع است و الله تعالی این دین را چنان برنامه ریزی کرده است که تمام شرایط زمان و مکان و هر شرایط بشر را الله در نظر گرفته است و لحاظ این دین تا قیامت دینه و تا قیامت راهنمای بشر در هر مرحله از زندگی باشه و در هر شرایطی باشه. دین اسلام بهترین دین هست و بشر را راهنمایی میکنه و هدایت میکنه. الله تعالی هم در بخش اعتقاد و هم در بخش احکام و عمل و هم در بخش اخلاق بهترین درس ها را داده و بهترین تعلیم ها را داده و هم بهترین معاشرت را الله تعالی به ما تعلیم داده، یعنی زندگی با انسان های دیگر و حقوق انسان ها را الله تعالی به ما متذکر شده است. حقوق همه انسان های دور و نزدیک، والدین که نزدیکترین انسانان و خویشاوندان و اقربا و همچنان مساکین، ایتام و یتیم ها و مسافرین و سایر انسان ها. ولهذا در بخش معاشرت و مسالمت زیستی و حقوق انسان و کرامت انسان درس‌های دین اسلام درس‌های بسیار زیبا و بهترین درسان. و در بخش معاملات که یک بخش از بخش‌های دین معاملات و مسائل خرید و فروشان و این مسائل هم به صورت گسترده در مسائل فقهی مطرح شدن و همچنان در آیات و روایات حدیث به صورت واضح و روشن موجوده. الله تعالی ما را بهترین هدایت را داده و بهترین راهنمایی را کرده است در بخش معاملات که معاملات ما شرعی باشد و معامله ناجائز انجام ندیم و معامله ناجائز معامله نادرستی است که نقصان داره و ضرر داره. قانون گذاری کرده الله برای معاملات و معاملات صحیح و درست را مطرح کرده است و از معاملاتی که از لحاظ قوانین شرعی نادرستان به ما به شدت منع کرده. در اونها ضرر موجوده و در اونها نقصان موجوده. مهمترین محور در معاملات حرام و معاملات ناجائز که یک حرام محوری هست و خیلی مهمه ربا هست که ربا را دین اسلام به شدت منع کرده
و از ربا جلوگیری کرده و ربا را حرام قرار داده است. برای ربا کلمات بسیار سخت و سنگین در قرآن عظیم و شان به کار رفته است و وقتی که ربا را اللہ تعالی ذکر میکنه بسیاری به این نظر میرسن که شاید از ربا گناه سنگین تری نباشه، چرا که در هیچ گناه اعلام جنگ از جانب خدا و رسول نشده با گناهگاران که خیلی گناهگار هستند، گناهگارهای بزرگند، اما در رابطه با رباخوار اعلام جنگ از جانب خدا و رسول شده است و گناه ربا، عذاب رباخوار بیان شده که روز قیامت وقتی که رباخوار از به میدان محشر می آید به چه حالت می آید؟ واقعا حالات خطرناک را ذکر کرده قرآن عظیم و شان که رباخوار مانند کسی که جن گرفتگی داشته باشه و می افته و می خیزه و جیخ و فریاد و داد و بیداده و رباخوار به همین حالت میبینی کسی را که جن میگیره گاهی هر دو دستش بر موهای خود دست میاندازه و میکشه، گاهی خود را میزنه، گاهی میغلطه، داد میکشه، جیخ میزنه و رباخوار روز قیامت در صحرای محشر به همین حالت و اللہ تعالی می فرمایند که مجازات رباخوار چرا مثلا به سنگینی حالا حکمت که چرا رباخوار اللہ اینقدر سخت مجازات میکنه؟ برای آن که رباخواران میگفتن، یک آن که میگفتن رباخوار که خدا بیر حلال قرار داده تجارت را، معامله را، ربا هم تجارت و ربا اینه که کسی تجارت هم اینه که کسی جنسی میخره، معامله داره، میخره، میفروشه، مسلمه که توش فایده جایزه و فایده روا هست، اما معاملات هم بخاطر همینن که آنها برای فایده برای استفاده گفته ربا هم به خاطر همینی که فایده میرسه، کسی نیازی داره به شما و درخواست میکنه، فرض کنید که من 10 میلیون تومان بدید، وام بدید، طرف میگه من 10 میلیون میدم، 11 میلیون از تو میگیرم، 12 میگیرم، معمولا ربا زیاد هم 13 میلیون، هرچی که بیشتر باشه نجاستش و خباستش بیشتر میشه و الله میگه که الله بیر حلال قرار داده، تجارت حلال قرار داده ولی ربا را حرام قرار داده است. ربا معامله نیست، اینا میگفته ربا معامله، قرآن میگه غلطه، این معامله نیست، این قرضه، طرف الله شما درخواست قرض میکنه با شما، پول تبادله نمیکنه، تبادله پول نیست. اگر معامله دلار و تومان باشه، معامله روپیه و پاکستان و یا اسکناس افغانستان و ایران باشه، معامله هست، معامله میکنه، امروز یک قیمتی داره، دلار فردا قیمت دیگه داره، ولی این قرض طرف میخواد از شما بگیره و لحظا وام میخواد از شما بگیره، نیازمند، محتاج، بدهکار، تحت فشار، مریض و نمیخواد با شما معامله بکنه، میخواد از شما قرض بگیره و لحظا اینجا باید شما مفت با او بدید، ولی اگر مفت نمیتوانید بدید حداقل 10 میلیون تومان را به 10 میلیون بدید
100 میلیون به 100 نباید سوء استفاده بکنید. اما 100 میلیون من به شما میدم، 120 میلیون از شما میگیرم، شما اضافه را الله میگه شما احسان کنید، شما باید همدردی داشته باشید، همدردی بکنید، قرض بدید به این قرض 100 میلیون به 100 بدید و این 100 میلیون که شما میدید ثوابش از ثواب صدقه و خیرات که 100 میلیون خیرات بدید هی بیشتره. قرض در روایات آمده، حدیث آمده است که وام دادن این ثوابش از صدقه بیشتره. شاید اسلام این تعلیم میخواسته بده که آقا گدا فروری نباشه، شما به ایشون پول بدید، باقا 1 سال به ایشون صبر کنید، 2 سال صبر کنید، 6 ماه صبر بکنید، بیشتر صبر بکنید، اون نیاز خودش را برآورده بکنه و پول شما را برگردانه. شما را اجازه نداده الله تعالی در این مسئله که این اندازه همدردی نباشه و این اندازه خیرخواهی نباشه که شما از نیاز طرف و احتیاج طرف سوء استفاده بکنید. آقا میگه من نیاز دارم، میگه شما من میدم به شما، نیاز شما را برآورده میکنم، 10 میلیون میدم، بعض از شما 15 میگیرم، از شما 13 میگیرم. این اسلام شدید من کرده و لحظه همدردی خیرخواهی باشه باید برای نیازمند. کسی که میخواد مسکن بسازه، کسی که جویای کاری میخواد کاری درست بکنه، کارگاهی بزنه، کسی بدهکاره، کسی ورشکسته، کسی مشکلات داره، درخواست وام میکنه، وام معامله نیست، وام بی نیست. و مشرکین میگفته که چه تفاوت داره، چه فرق داره این معامله. ما اگر ماشین معامله بکنیم فایده میگیریم، لحظه پول که بدیم هم فایده میگیریم. الله میگه او معامله است، او بیعه و او فایده درسته، ولی پول دادن به پول و اضافه گرفتن، همینطور گندم به گندم تنهایی نیست، جو به جو، خرما به خرما و اجناس را شریعت مطرح کرده که نر اگر کسانی میدهند، لحظه شرایطی هم هست در فقه که این ربا میشه اگر اضافه بگیره. و امروز هم متاسفانه این گناه بالاخره بدتری صورت اینه که حساسیت از گناه بیرون بره، مردم حساسیت از دست بدن. تو همه شهرمان و شهرهایمان و بلاد اسلامی امروز متاسفانه ربا خیلی زیاد شده است و خیلی تو معامله ها حدیث است که یک زمان میرسه که شما خودتون ربا نمیگیرید اما بخار ربا به شما میرسه. یعنی معنی این که معامله ربوی عام میشه و لحاظا همه آلوده میشه، بازار آلوده میشه، فضا، و لحاظا شما ربا نمیگیرید اما دیگران چون میگیرن لحاظا به آلودگیش به شما میرسه. مثل اینه که یک زمان بیاید که حرام شما نمیخورید ولی چنان آلودگی به حرام زیاد میشه که شما هم این آلودگی به شما میرسه. شما دنبال روزی حلالید ولی وقت سرقت زیاده، وقت رشوه زیاده، وقت ربا زیاده، وقت مال حرام تو بازار زیاد باشه، لذا شما یک جای مال حرامی که حرامه به سرقت ربط است شما خرید میکنید و استفاده میکنید و لذا این خطرناکترین حالات است. و امروز متاسفانه خیلی ها جرأت میکنن بسیار به ربا و به هر حال معاملات سوری درست میکنن و مسائل و مقررات شرعی را در نظر نمیگیرن و لحاظ ربا حاصل میشه و تمام معاملات
که ناجایزن و شریعت اونها را من کرده. بنده عرض کردم که ربا یک گناه محوریه و لہذا تمام معاملاتی که توشون فساد موجوده، لہذا انجا بوی ربا موجوده، شبه ربا موجوده و بخاطر همون مشابهت ربا انجا معاملات دین اسلام من کرده و ناجائز قرار دادد. بسیاری معاملاتان اینطوری هستند که شبه ربا توشون موجوده. روی سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ در خلاف زمان خود دستور صادر کردن که هر کسی میخواد بازار بره و تجارت کنه اول باید بره احکام یاد بگیره. کما اینکه هر کسی میخواد حج بره باید اول احکام حج یاد بگیره تا بدانه که حج چگونه انجام بده. کسی که نماز میخوانه احکام نماز، کسی که روزه میخواد یاد بگیره احکام روزه، و کسی که ثروت و مال داره احکام زکات یاد بگیره که زکات چه مقداری است و باید زکات به چه کسانی بده و چگونه زکات خارج کنه باید این یاد بگیره. همینطور کسی که تجارت میکنه معامله میکنه باید یاد بگیره که کدام معامله ناجایزه و چه کارایی در معامله حرامن، اینا را یاد بگیره تا مردم رباخوار نکنه و مردم بالاخره آلوده به ربا نشن. و سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ با حساسیت این مسئله را مطرح میکردن که معاملات علم یاد بگیرید، علم معامله را و بعد وارد بازار بشید. امروزا مجوز میدن و برای پروانه کار میدن ولی متاسفانه آموزش نیست که آموزش هم بدن که شما میرید بزازید، پرچه میپوشید، شما خاربار پوشی دارید، شما فلان معامله رو دارید و بالاخره اینها را آموزش هم بدن که کار خلاف مرتکب نشن، کار حرام مرتکب نشن و ناجایزی را انجام ندن. و ربا سنگینه و روی این آیه جلوتر اللہ تعالی می فرماید آنهایی که معامله ربا انجام دادند قبل از اسلام و معامله ربا اینها را اللہ تعالی دستور داد که شما همون قرضتون بگیرید و زائده نگیرید و کسانی که تازه میخوان ربا انجام بدن اینها را به شدت من کردن و فرمودن کسی که از دستور خدا اطاعت نکنه در بخش ربا اعلام جنگ خدا و رسول. خیلی سنگینه، خیلی سنگینه. چه کسی میتواند، چه قدرت میتواند که با خدا و رسول جنگ بکنه و در مقابل جنگ خدا و رسول تاب بیاره و طاقت داره کسی. دو تا معنی داره این. یک معنی که جنگ با خدا و رسول، اعلام جنگ از جانب خدا و رسول است، یعنی در حیات طیبه آن حضرت خود آن حضرت و اینها را جلوگیری میکردن و در مقابل این ایستادن ربا و بعد خلفای راشدین و حکومتهای دینی و اسلامی تا قیامت باید بر ربا مبارزه بکنن، ربا را نگذارن، جلو ربا خار بیستن. و یه معنی دومش آنه که جنگ با خدا و رسول و آنه که الله برکت اموال اینها را میبره، چون این مخالفت با خدا و رسول است و لذا برکت را از الله بیخبر میکشه و نابود میکنه. امروز این تجارت های جهانی و معاملات جهانی و اقتصاد جهانی که دوچار ضربه و مشکلات هست با این پیشرفته که بشر کرده، با این صنعت و با این تکنولوژی و با این پیشرفتهای که در دنیا همه چیز صنعتی شده و همه چیز تولیدات چندین برابره و این همه ترقی و پیشرفت و مردم با مشکلات اقتصادی توی دنیا مواجهن. یک دلیلش هم اینه که ربا زیاد موجوده و الله برکت میزنه، نابود میکنه. خود آیه قرآن میگه یمحق الله الربا و یربی الصدقات. الله ربا را
نابود میکنه و صدقات الله اضافه میکنه و ربا در مال اضافه میشه 100 به 120 100 به 130 و 150 میدن و ربا با این حال که این ربا باید اضافه بکنه اما به ظاهر اضافه میشه اما برکتش از بین میرود با نابود میشه این مال و تلف میشه و ضایع میشود و اما صدقات نه صدقات شما که میدید زکات میدید خیرات میدید مالتون کم میشه در ظاهر اما در معنا مالتون برکت میکنه و اضافه میشه مثال اینها مثال رباخار میمانه مانند یک انسانه که دوچار نارسایی کبد باشه دوچار نارسایی کلیه باشه نارسایی های در بدن داره که بدنش متورم میشه پاها ورم میکنند صورت ورم میکنه و انسان که ببینه خیال میکنه که این چاقه ماشاءالله فربه شده چاق شده است و چاق و کلف شده پالوان شده است اما او را یه حالی که بدیدم میفته چرا که او مریضه او چاق نشده و لحاظا او بدنش متورم شده او بدنش داره نابود میشه او داره هلاک میشه و لحاظا رباخار هم مثالش همین میمانه و کسی که صدقه میده او مانند کسی که در حالت سلامتی باشه در حالت طبیعی باشه لاغر نشان میده بدنش و خیال میکنی که این بالاخره ضعیفه اما نه او خیلی قویه او بدنش سالمه و از نعمت سلامتی برخورداره و توانمنده قدرت دوندگی داره قدرت مقاومت داره قدرت کار داره و همه چیزا داره و بدنش سالمه ربا نابود میکنه برکت مالا ربا میزنه و ربا تباه میکنه و برباد میکنه ما و شما همه با این چشم دیدیم تجربه کردیم که کسانی که رفتن کشاورزانی که ربا برداشتن تجاری که رفتن و پول ربوی برداشتن و معامله ربا انجام دادن چقدر ضربه خوردن و تا زندان هم نمیتونن قضا ادا بکنن و بدبخت شدن و سرمایه شدن چه بسا خودکشی کردن و چه بسا سکته کردن و مردن و این ربا به هر حال بسیار زشته و بسیار بده و جنگ خدا و رسول همینه همون که تو در منطقه یک مسئله معروفه که چوب خدا صدا نداره یعنی خدا وقتی که چوب میزنه صدای وجود نداره اما اثرش موجوده که طرف نابود طرف به هلاکت میرسه ولی از معامله ربا و هر نوع معاملات باید توبه کرد باید فرهیش کرد باید دوری کرد و الله تعالی اونهایی که ایمان آوردن در آخرین آیه ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون کسانی که نعمت ایمان برخوردارند و نعمت عمل صالح و مخصوصا محور بزرگ در عمل صالح نماز اقامه می کنند محور بزرگ در عبادت مالی زکات انجام میدن و بالاخره از معاملات ربا پرهیز میکنن خلاف شرع انجام نمیدن و پایبند دینن الله تعالی اینها را فرموده که برای اینها اجرشون در دنیا و آخرت و اینها جایشون بهشت رباخار جایش جهنمه در دنیا هم بدبخته و هم در آخرت بدبخت است و پایان این آیه همین آیه ها که در بخش ربا و بحث مفصل این بعد از صدقات این آیه ها قبلا مال صدقات خیرات الله اونجا فرموده که یک دانه مثال داده کسانی که در راه الله میدن در راه الله همه
راه خدا، راه خیر راه الله، کسی فقرا میده راه الله، توی جهاد خرج میکنه راه الله، در مدارس مساجد به خانواده زندانی و به مساکین و به مسافر و های اینها راه فی سبیل الله. یک دانه به 700 برابر الله میگه. یک دانه مثل کشاورزی است که یک دانه میکاره، یک خوشه بالاخره این خیلی گسترش پیدا میکنه و از یک دانه 700 تا ببخشید 7 خوشه بلند میشه و هر خوشه 100 دانه داره و 700 دانه از یک دانه یکی به 700 والله یضاعف لمن یشاء، والله از این هم بیشتر میکنه برای کسی که میخواد. صدقات اینقدر الله دوست داره و شاید بقیه اعمال یکی به 10 باشه اما صدقات نه، صدقات یکی به 700 و از 700 هم بالاتر هست. والله اشتر داره دلوتر به آفت صدقات. هر عبادت آفات داره و آفات صدقات خطرناکن. یکی از آفاتش آنه که انسان منت بکنه به کسی که صدقه داده، خیرات داده و کسی را به مسجد خرج میکنه، بعد منت میگذاره که من این مسجد ساختم، من فلان کردم. این تمام صدقات آتش میزنه و برباد میکنه. من یادم است عزیزی الله تعالی مغفرتش کنه که رفته و بالاخره مسجد کمکی کرده بود و بعد دلخوری پیش آمد برایشو، بالاخره همون کمک های خود را مطرح کرد. کمک وقتی برای الله کسی به مدرسه کمک میکنه، به مسجد کمک میکنه، به یتیم ها کمک میکنه، به فقرا میده، به هر حال نباید بد منت که کرد دیگه آتش زد صدقه خود را. و دوم اذیت و آزاره که آقا به رخ بکشه یا جلوی مردم بده، به کسی چیزی بده که او شرمنده بشه. و اذیت و آزار هم 2 تا برادر بودن که خیلی من بچه هم از واقعیت او زمان 2 تا برادر بودن با هم درگیر شدن و یک برادر گفت که تو مریض بودی و من تو را علاج کردم، فلان کردم، به تو ازینه کردم. او گفت تو فلان بودی و من برای تو فلان کار کردم و لحاظا ای 2 تا برادر با هم درگیر شدن. همون حرفشون یاد من هست که با همی حرفا را زدن. لحاظا این نوع مسائل این برباد میکنه صدقاتا. تو اگر برای الله دادی، تو برای الله دادی، چرا منت بگذاری و چرا اذیت و آزار به یک دیگه برسونید؟ و سومی چیزی که صدقات آتش میده او ریاکاری هست که انسان برای الله نده، برای نام بده، برای شهرت بده که بگه این سخیه، این خیلی نانده هست، برای میگه فلانی سخی و نانده و اینا کبریتی بر صدقات، هیچ پوچ ارزش نداره و برباد میکنه وقتی که ریا باشه و اخلاص نباشه و للهیت نباشه. صدقات الله انقدر تعریف کرده و آنهایی که در راه الله از بهترین اموالشو خرج میکنن اونها را الله حکیم گفته و اونها را میگه که نداره حکمت. و وقتی که در بحث صدقه می آید انسان خیال میکنه که به هیچ عمل از صدقات بهتر نیست و اما وقتی که به ربا پشترش میرسه اینجا این بداخلاقی صدقات بهترین از بهترین مکارم و بلندی اخلاق. وقتی به ربا می آید میگه شما از نیاز مردم سوء استفاده نکنید، شما باید اخلاق داشته باشید. کسی نیازمنده به قرض برای شما مراجعه میکنه، نباید شما از او سوء استفاده کنید، از نیازش، از احتیاجش. و لحاظا اینجا ربا را چنان ذکر میکنه که انسان میگه از ربا بدتر هیچ گناهی نی، واقعا هم اینطوره.
که فاذنوا بحرب من الله و رسوله، جنگ خدا و رسول بر رباکاره و طرف حساب جنگ خدا و رسول رباکار هست. الله من شما را نجات بده، الله حفاظت بکنه. ولی صدقه انسان محبوب میکنه، انسان با الله نزدیک میکنه، انسان حبیب خدا میشه. و بالاترین حکمت، بالاترین دانشه که انسان مالی که الله داده مصرف کنه و این را به راه صحیح و درست خرج کنه، به دیگران کمک کنه، به دیگران برسه، به راه خیر برسه. و سوره مبارکه درسهای از سوره مبارکه بقره و پایان چیز جالب الله تعالی فرموده که واتقوا یوما ترجعون الی الله. بترسی آیا همین نزدیک آیه وفات آن حضرت نازل میشه و از آخری آیه های قرآن عظیم الشان به اعتبار نزول که الله هشدار میده که آی مردم بترسید از اون روزی که شما به خدا مراجعه میکنید، شما روزی که به خدا مراجعه میکنید از اون روز بترسید. لہذا پرونده برای تو درست نکنید، ربا نگیرید و گناه انجام ندید، معصیت انجام ندید، بلکه شما توی فرمانده تو نماز باشه، زکات باشه، صدقات باشه، خیر باشه، نیکی باشه و شما نیکی بردارید و ملاقات الله برید و شما گناه و معصیت بر ندارید که به ملاقات الله برید. واتقوا، چند روز از وفات آن حضرت جلوترین آیه نازل شده و هشداری هم هست که همه باید عمل نیک بردارند و به ملاقات الله تعالی برون. اگر میخوان رحمت خدا استقبال بکنه و خدا از بندش استقبال بکنه و لحظا عمل خیر رو خوب انجام بده و با نیکی من شما را الله توفیق بده به ملاقات خدا بریم. توی این هفته از مسائل روز سفر آقای بایدن را داشتیم به تل ابیب و اسرائیل و از آنجا به جده و عربستان سعودی و بایدن به ظاهر در تلاش هست و در تکافوی هست و برنامه داره توی منطقه آمده و یکی از برنامه هایش که برای ایشان مهمه امنیت اسرائیل هست و روی امنیت اسرائیل او داره فکر میکنه و کشورهای عربی را هم میخواهد جمع بکنه و اینها را و اتحادیه تشکیل بده. و بزرگترین اشتباه آقای بایدن و دولت امریکا و اروپایی ها و دولت های بزرگ آنه که یک مسئله مهم که مسئله فلسطینه و این حل این مسئله را در نظر نمیگیرند. این نمیخواهند خاورمیانه امن باشه و امنیت دنیا حاصل باشه و خودشون میگن که ما با تروریسم مبارزه میکنیم، با افراطگرایی مبارزه میکنیم، با ناامنی. و ناامنی از کجا شکل میگیره؟ با اختلاف حل بشه. وقتی یک جای اختلاف ده سال طول کشیده که مردم فلسطین سرزمینشون اشغال شده و شهرک های یهود نشین در سرزمین فلسطین ساخته میشه و در مردم فلسطین چند ده هست که مبارزه میکنن برای آزادیشون. شما این مسئله رو که حل نمی کنید چگونه میتونید منطقه را شما امن بکنید؟ خوب بود که آقای بایدن همونطور که خودش در صحبتش در تل ابیب گفت که با کشور مستقل فلسطین صحبت کرد. خوب بود که بایدن اسرائیلی ها را متقاعد میکرد که از سرزمین های اشغالی عقب نشینی کنند و سرزمین های فلسطین برای فلسطین بگذارند و فلسطین یک کشور مستقلی داشته باشه
و اسرائیل همونطور که او گفت کشور مستقلی باشه، دو تا کشور مستقل باشن با هم کار کنن. ما اون نظر نداریم که باز دیگه دارن، ما معتقدیم که اعتدال خوبه. ما میگن که بابا همین سرزمین فلسطین ویل کنن، بیت المقدس ویل کنن و عقب برن و اگر این کار انجام میگرفت هیچ نیازی نبود که بایدن تلاش کنه که اینجا رابطه اسرائیل با کشورهای عربی برقرار بکنه و کشورها را با هم متحد کنه و اتحادیه تشکیل بده. این هیچ نیازی نداشت. اگر فلسطین آزاد میشد تمام مشکلات حل میشد، مشکل اسرائیل حل میشد، مشکل فلسطینی حل میشد، مشکل جهان اسلام حل میشد، مشکل امنیت حل میشد و تمام مسئله خود به خود درست میشد. و وقتی که شما کسی میخواد سرطان علاج کنه باید ریشه اش را بکنه، تا ریشه سرطان هست او سرطان ظاهرش را علاج میکنه او بعد فردا دو مرتبه بسترش پیدا میکنه. این سرطان بدخیمه و این ثابت کرده که بدخیمه. تا زمانی که مشکل فلسطین حل نشه شما چگونه میخواهید که امنیت خاورمیانه را تامین بکنید، امنیت اسرائیل را تامین بکنید؟ بالاخره کشورها را چگونه میتوانید متحد کنید؟ بالاخره اینا را ملت هایشون نمیگذارن، تحت فشار میگذارن که باید مسئله فلسطین چه؟ و لحظه این اشتباهاتی که به همه شما میخواید با افراطگرایی مقابله کنید، با تروریسم، شما باید بی‌عدالتی را از دنیا بردارید، تجاوز و اشغال بردارید. شما میخواهید عدالت تروریسم ضربه بزنید، با بم زده نمیشه، با کشتن مردم نابود نمیشه، با اجرای عدالت، با رفع تجاوز و تعدی و با مقابلت با نابرابری و تبعیض و ظلم. شما ظلم وقتی نمی کنید و هنوز بالاخره تجاوز هست، زورگویی هست، لذا چگونه میتوانید که شما تروریسم ریشه‌کن بکنید؟ ولی ریشه‌کن میشه تروریسم، بدترین پدیده و زشترین پدیده تروریسم. ولی اجرای عدالت، رفع ظلم، شنیدن حرف مظلوم و نشستن به پای میز مذاکره با مظلوم، این میتونه بهترین مبارزه با تروریسم و ناامنی های جهانی باشه. و لحظه این مسائل باید این فکر کنند که فلسطینی ها و مظلوم و اسرائیل ظالم بشینن و با هم مذاکره کنند و به منطق برگردن، به گفتمان برگردن، به عدالت برگردن و مسئله حل بشه و هیچ نیاز به هزینه نیست، هیچ نیاز به سفر نیست که آقایان سفر کنن. این مسئله قابل حله. و دومی مسئله وقت رفته حجاب، برحال حجاب امروز حجاب توی کشور ما مقدار داغ هست و گروه کشکشی هست در رابطه با مسئله حجاب و من مناسب دیدم که دو تا کلمه عرض کنم که اصل پوشش اسلامی که بالاخره روسری باشه یا چادر باشه، این لباس اصل لباس زیباییه. الله تعالی قرآن تلاوت بکنیم که قرآن میگه و انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا، ما لباس نازل کردیم که ساتر میکنه مایه ساتره. اگر این لباس نباشه هیچ انسان قابل دید نمیشه، همه باید فرار کنن و این لباس نعمت پروردگاره. و بعد هم ساتر، دو کار لباس الله ذکر کرده، هم زیباییه. با این لباس انسان زیبایه، اگر این لباس نباشه انسان قابل دید نمیشه. زنها هم اینطور
که این لباس زنها را زیبا میکنه. او زنی که به حجاب باشه در مقابل زنی که حجاب داره، اگر دید فاسد نباشه، اگر چشم فاسد نباشه، اگر فکر فاسد نباشه، زیبایی با او زنی که لباس داره و پوشیده خدا. و این زیبایی قرآن میگه، وحی آسمانی میگه این زیباییه، زیبا میکنه انسان. و لحاظا این لباس اهانت نیست، لباس توهین نیست. و لباس مرا عقب نینداخته که بعضی خیال میکنن که اگر این چادر یا روسری به سر ما باشه ما عقب مانده میشیم. اروپایی که نداره نه، اروپایی پیشرفتشون از علم، از دانش، از هنر، و اروپایی ها پیشرفتشون از انداختن چادر نیستین. اشتباه نگیرید، غلطین. و او چی پیشرفتشون به خاطر او علم و دانشی که دنبالش رفتن. شما برید علم اروپایی ها را بیارید، دانش امریکایی ها را بیارید، دانش دنیا را بیارید، تکنولوژی اونا را بیارید، صنعت اونا را بیارید. پیشرفت اینه. نه، پیشرفت در چادر نیست که اگر چادر را بیندازیم. و آقای زمان رضا شاه فلاس ممنوع کرده بود، گفته که فلاس مایه عقب افتادگیه. و فلاس هم بابا فلاس چادر دانداره است، این فلاس چه رفته به پیشرفت داره؟ تو بیار در ملک کار بیار، شغل بیار، صنعت بیار، مملکت پیشرفت بکنه. و چادر هم گرفته که آقا ماندگیه. نه، چادر چه آقا مانده؟ چادر پوششه، پوشش مایه زیباییه. تو تعلیم بده. ما معتقدیم که زنان باید علم حاصل بکنن، زنان دانش حاصل بکنن، مردان دانش حاصل بکنن. پیشرفت و ترقی در دانش، در علم، در شغل، در کار، در فعالیت. و این چادر سر باشه یعنی این چه پیشرفته؟ عقب ماندگیه. ولهذا توصیه من به هم خواهران همینه، همه مسلمانان به این که پوشش اسلامی را رعایت کنند. و این مایه زیبایی برای ما افتخاره که ما توی فرانسه ببینیم، توی آلمان ببینیم، توی امریکا ببینیم که یک زنی بر روسری سرشه. ما افتخار میکنیم به وجود زن. این برای ما مایه افتخاره. اونجا مشخص میشه که این زن احترام قائل به دستورات الله، حرمت قائله. و توصیه من به مسئولان آنه که بالاخره با شیب نرم برن، شیب سفت نه، شیب نرم برن. زیاد هیاهو جنجال را نیفته. بالاخره با شیب نرم، بالاخره با تفهیم مسائل و از ترغیب و تشویق بیشتر کار بگیرن تا و بگیرو آقا ببند و توی ماشین بینداز. و بنده به هیچ سرا نمیدن. حالا من یک شهروند هستم، نه من مسئولم و نه بالاخره توی کشور مسئولیت رسمی ندارم، ولی من به عنوان یک بهرحال کسی که مسائل اسلامی تدریس میکنم و با مسائل اسلامی سر و کار دارم، مناسب نمیبینه که مردان زنان بگیرن بکشن، پلیس بگیره. نه بابا، زنان بگید که زنان جلوگیری بکن. زنهای که اعتقاد دارن اونها را به کار بگیری، اونها برن. زن اگر دست زن بگیره هنوز بر هر دو تا زنن، ولی مرد اگر بگیری به دستش یا به پاو زن و بکشه و لباسش مازجا مثلا ظاهر بشه بدنش، این شاید امر بالمعروف نهی از منکر نباشه و بالاخره خود ارتکاب گناه باشه. و زنان این مسئله را جلوگیری بکنه. کشور خیلی مشکلات دیگه داره، مردم ایران خیلی داره مشکلات هم. و شما در این شرایط مشکلات به بقیه مشکلات رسیدگی اینا بالاخره باشی به نرم. نمیگه که شما یک قانون به هر حال دستور شریعت و لحاظ اینا باشی به نرم عمل بکنید و به این
مشکلات دیگر که مردم گرسنه‌اند و مردم گرفتارند و به این مسائل بیشتر مورد توجه قرار بگیره.